دیگر این خانه تا لب بامش برای من، از روی بام تا به ثریا برای تو. اهل بیت اصل و مغزش بر اهل سنته. توجه کردن به فرامینشون، پیروی کردن از سیرهشون مال اهل سنت. این یه چیزای که معلوم نیست کجاست. ثواب زیارت 1000 تا حج کجا اومده، کجای قرآن نوشته معلوم نیست. از روی بام تا به ثریا برای تو، یعنی مغزش برای اهل سنته. حالا ادعای پیروی کردنش برای شیعه است، ولی واقعا پیروی کردنش برای اهل. یه موضوع میخواستم بگم. موضوع اینه که شاید یه مسئله اصلش اصلا درست باشه. مثلا یه سری ما نماز داریم، نمازهای مستحبی. اگه یک شخصی تو طول عمرش اگه نخونه، نه پدر مادرش ازش میخوان، نه خدا برش تکلیف قرار بده، ولی اگه خواست اون نماز رو بخونه، وضو گرفت، رو به قبله ایستاد، حق نداره سر نماز مسخره بازی داره، نماز رو مسخره بگیره. بعضی چیزا همین حالتیه داره. مثلا شاید اصل عزاداری هم درست باشه، ولی نگاه کنید توش اسراف میشه، توش چه برنامه‌های درست میشه، توش چه انحرافاتی هست، ولی هیچ کی نمیاد بگه. مثل همون نماز مستحبی است که اصلش مستحبه، ولی وسطش دارن مسخره بازی در میارن. ببین باید یه بررسی بشه، باید یه آسیب شناسی بشه، ولی نمیدونم چرا در میرن. بس که اینا میگن بحث این که میگن وهابیت شاید یه عدو شود صاحب خیر اگر خدا خواهد. ماها شیعه ها باید یه نگاهی به خودمون بکنیم. به قول شاعر میگه مسلمانی ز سر گیری، که شرم از کفر یا من مسلمان وار می آید. واقعا ما مسلمان واقعی نیستیم. شاید یه نفر باید تلنگری بزنه. حالا بیاییم آسیب شناسی کنیم خودمون. من یادم چند سال پیش آقای خامنه‌ای یه دانشجو ازشون پرسیدن که خیلی نمیان از نظر شما، میگن نظر حضرت آقا اینه، آیا درسته؟ آقای خامنه‌ای صراحتاً گفت نه، من هر نظری داشته باشم خودم بیان میکنم. و این نشون میده که گل خاک درست کردن و توهم درست کردن اصلا به راهی به جایی نمیبره. که اینا میگن پیامبر از یا اینه گفته، نخواسته صراحتاً بگه. من نمیدونم اینا چه جوابایی برای صحبت‌ها دارن. من موندم اینا به کسی که منحرفه چجوری میخوان جواب بدم. مثلا من الان میگم شطور مقدسه، از کجا میگیم؟ میگم آقا چند تا آیه قرآنه که به شطور خلقت شطور نگاه کنید. یا مثلا موقعی که شطور قوم صالح کشتن عذاب اومد، من بیام استفاده کنم از این روایت‌ها، از این آیات هستن. بعدم بگم یه سری آیات هم بوده تحریف شده، بعد یه سری آیات هم که مشابهه. این میشه شطور مقدس. اینا چه جوابی من دارن که بگن که شطور مقدس نیست؟ خیلی ممنون، قربون شما، خدا نگهدار.